سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه دوباره از کانال خودتون. آقا به اتاق استراحت خیلی خوش اومدید. ولی آقا اول کاری من آقا خیلی ناراحتم، من خیلی ناراحتم. حالا شاید بگید چرا، شاید اصلا بگید به ما چه، ولی به خاطر یه کامنت بچه، واقعا به خاطر یه کامنت من خیلی ناراحت شدم. این کامنت رو الان بیاد بالا به شما بگم که آقا چرا مثلا ناراحتم. یکی از این بچه ها کامنت گذاشته که گفته موندم چه آدم های بیکاری پیدا شدم، به جای ویدیوهای اصلی بیان بی محتوا ترین ویدیوها، یعنی کسایی که ریاکت میرن به همون ویدیوها نگاه کنن. داداش تو که محتوا نداری چرا ویدیو میذاری؟ بی خودی فضای یوتیوب اشغال کردی. آقا ما فکر کنم فضای یوتیوب رو اشغال کردیم، اضافی مثلا، یعنی ما ویدیو میذاریم فضای یوتیوب اشغال کردیم، بهتره بریم. ببینین فضا چم سلام آقا، یه سری از آدم ها دوست دارن این ویدیو ریاکت رو ببینم. مثلا آقا خیلی ها مثلا این ویدیو که الان دارید میخوایم ببینیم و ندیدن ویدیو اصلیشو. من دارم آقا ریاکت میرم، صحبت میکنیم، میگیم، میخنیم دور هم دیگه نگاه میکنیم. مثلا کسایی که عشق ابدی نگاه میکنن به نظرت اون کسایی که ریاکت میرن بهش نگاه نمیکنن؟ من نمیدونم، من حتی تو اکسپلورم باشه نگاه میکنم، شاید به اصلیشو نگاه نکنم، ولی اونا که ریاکت میرن بهشو نگاه میکنم. با حالا واسه من جذابه. آقا اگه برعکسش غیر اینه میتونن آقا توی کامنت بچه ها میگن یا آقا از این ویدیو ریاکت براتون میاد یا خوشتون میاد. این دیگه بستگی به خود مخاطب داره، یکی خوشش میاد یکی بدش میاد. آقا امروز قراره بریم پیش چیز دیگه، با ادب ترین استریمر و یوتیوبر گیم، سام صابری. بریم چی کار کنیم؟ آقا لایک و سابسکرایب دوست داشتید لایک کنید، دمتون گرم، قربون همتون. بریم یه مصاحبه ریز با آقای سام صابری، قربونت برم. بیا. خب دوباره اومدیم با ماتریکسی، با متیو عزیز. متیو جون امروز چی داریم؟ بدم بریم. باورم نمیشه که بالاخره سام صابری رو دعوت کردیم. چرا؟ آخه قبلا کانتنت کم میآوردیم، پوری و فدایی آشتی میدادیم یا نهایتا میگرفتیم رو ایزت. این سری تو رو دعوت کردیم. در کل خیلی خوش اومدی به یه شو درست حسابی و قدیمی تر از شو خودت که هنوزم اتفاقا داره ساخته میشه و بعد از چند قسمت متوقف نشده. من متریو هستم و به ماتریکس رو خیلی خوش اومدین. سام، سوال اول و عمیق میپرسم، بزرگترین حسرت تو زندگی چیه؟ جایزه بهترین یوتیوبر تازه کار. بابا ایزت کمر رو داد به تو، چرا این یکی رو نداد؟ بابا همش میگفت اگه بهت بدم دو میدم. من هر چی بهش گفتم بده، من دهنم ورسه، باور نکرد. میدونی شباهتت با پیشرو چیه؟ جفتمون قدیمی و حرفه‌ای تو کار خودمون. من جفتتون بعد یاد اینو خیلی راست میگه. مثلا تو این شوی که مثلا این نمیدونم چی اسم برنامه باشه، امیر ایزت برگزار کرد، خودم خیلی دوست داشتم مثلا یه سری آدما که توی یوتیوب استریم فعالیت میکردن جایزه ببرن که نبردن، همه رو اکثریت رو دادن مثلا به سام صابری. سام صابری توی سطح خودش فوق العاده است، حقشه، ولی یه سری هم حقشون بود که نداد. و امیر ایزت که من نمیدونم به خودش هم کادو داره، من کار با این چیز بعدی مثلا امیر رو نمیگم در کل، ولی خب اونایی که میدونن لما تلاش تو عرفتون آخر با می معروف شدید. مهمترین چیزی که تو 2 سال اخیر باهاش آشنا شدی چی بوده؟ امیر ایزت. گفتم مهمترین نه بزرگترین. با چرسی رفاقت داری، درسته؟ آره داداشم. چرسی واقعا باید معیارهای انتخاب رفیقش رو عوض بکنه. شرکت‌های تولید لوازم گیمی تا حالا تحریمت نکردن؟ آخه بیشتر از نمیاد وسیله‌ها تو استریم کیل میشن. خیلی جالبه. اخلاقیات اصلا با فامیلی همخوانی نداره. نه خدا، من واقعا عصبی نیستم. آره بابا منم چاق نیستم، استخون بندیم درشته. میدونی هر کی استریم تو میبینه به خاطر 2 تا دلیله. خب چی هست؟ یک میخوام فوش، یکیش به خاطر فوشه، ریاکشنایی که سام میره. من به شخصه میام اینجا که ریاکشن و ریزهای سامو ببینم، شات بگیرن. 2 میخوام با همون فوشا میم بسازن. تو چقدر نمکی بذار خوب. ممنونم. میدونی استفاده به ویترین کفشات چیه؟ حس سپریدری به زنش. اگه یه روز بخوام معروف بشم حتما از ویدیوها استفاده میکنم. بابا الگو. نه بابا به عنوان درس عبرت. به نظرم بهترین کار طنزی که دقیقا کاری که الان من دارم میکنم. یاد چه فکت قوی آقا، من محتوا ندارم، میخوام از سام صابری استفاده کنم. با اجازه
الان انجام دادی خریدن آرکید 60 میلیونی بوده. کجاش نزه؟ اونجاش که 60 میلیون کردن تو پاچت دیگه. آها الان یادم اومد. تو خجالت نمیکشی؟ از چی؟ من چرا دعوت کردی سمت؟ بابا گفتم 5 6 تا اپیزود تو اینقدر گنده‌ای که بعد 7 8 اپیزود جداگانه برات ضبط کنیم. به هر حال بعد دعوت می‌کردی. تو ویدیو آنباکس آرکید دقیقاً چی خریده بودی؟ آرکید دیگه چه سوالیه؟ نه آخه انقدر بسته‌بندیش تعریف کردی فکر کردم جعبه‌شو خریدی آرکید هم بده شانتیون دادن. میدونی چرا موقع آنباکس آرکید مردم انقدر میگفتن باحاله؟ چون تو ایران نمیشه مستقیم به کسی گفت پولتو دور ریختی. معمولا میگن آره خیلی باحاله. میگفت آرکید جنس خارجیه. یعنی خارج از چارچوب عقل خریده شده. نصیحتی برای مخاطبا نداری؟ صندلی تو دست رفیقاتون ندید. بزرگترین حریفت کیه؟ منظور حسین فیلم دیگه. هر موقعی که حسین فیلمو میاره داخل استریمش، حسین فیلم میدنه این صندلی گیمینگشو میشکنه، یه آرکیو میره دیگه. حالا رفیق ما خدا رو شکر اینجور رفیقات نداریم، کسخل زیاد داریم ولی اینکه ضرر بزنه نداریم خدا رو شکر. بازی هم هست که توش اسنایپر نباشی؟ بازی زندگی. حاجی چرا هیئت زدی به من نگفتی؟ داش نمی‌دونستم می‌خوای بیا کمک. کمک چی؟ می‌خواستم بیام نظری بگیرم. تو دیگه خیلی داری نمک میشی تا یه برنامه دیگه بدرود. خدافظ. خب آقا این که گذشت. این که مسابقه ریز بود. حالا بریم حالا اینجا که ادبشو زیاد به رخ ما نکشید، میریم سراغ ویدیو بعدی. با هات شو یه مصاحبه کردن اونجا، بعد سامسابری سوال میپرسن. این فوق العاده است. فکر کنم حداقل میکنم 451,000 نفر این ویدیو رو دیدم. من میخوام این ویدیو رو بذارم شما دوباره ببینید، اونا که ندیدن ببینن، با هم دیگه ببینیم. من اصلا هیچ ایده ای ندارم که تو این ویدیو چی بگم که آقا مثلا شما بخندید. بیاید با هم دیگه به سامسابری و این هات شو با هم دیگه بخندیم. بعدتون چی؟ خدا اگه خب روند برنامه این شکلیه. من از شما یک سری سوال میپرسم اما تو هر لول قراره که برگر بخورید. سوالا رو مهم نیستش که درست جواب بدی، مهمه که سریع جواب بدی. یعنی اولین چیزی که متاسفانه به ذهنت میرسه رو باید به من بگی. خب اگه فوش نباشه اشکال نداره، راحت باش. ببخشید دیگه من همه عرب پیشاپیش اسمم معذرت. بفرمایید. معذرت خواهی چه؟ سامسابری ما دیگه آشنایت داریم با اخلاق و شخصیت و راستگوی تو. لذت میبریم تو فوش بدیم. باور کن ایرانی مگه میشه اصلا لذت نبره از پوچای تو؟ خوبه، خوشمزه است. اوکی. موزه جان گل چه بوی میده؟ اسکینی یا توپو؟ اسکینی. چشمکی یا چشمشکی؟ چشم ابرومشکی. دوست داشتی اسمت چی باشه؟ سام. واقعا از اسمت خیلی راضی. چه غذایی هر روز میتونی بخوری محسن؟ استیک. اسم اولین کراش زندگی چی بوده؟ پسر نباشه برام کافیه الان در این مرحله. نه اولین کراش زندگی نگین. آها نگین؟ آره داشتم میرم تو کراشم که گفت سلبریتی کراشت کیه؟ بابا دیگه اینو که همه میدونن. حالا این سامسابری گفت نگین و شاهد نگین های زیادی زیر این کامنت و استریم های سامسابری هستیم. نگین میتونی خودی نشون بدی چقدر نمکم من خوبه. میخوام ببینم نظرت از اپیزود 2 تا الان عوض شده یا نه. نه 2 تا باشه. آره. آن دیارماس و چی اسمش یادم رفت. 2 تا کراش بزرگ همه دوست دارم به غیر از من اینا رو دوست ندارم چون کراش ابدی من دوست دخترم. بله بگو سیدنی من این بنیامین نبود مال نداره هر کی زودتر برسه. سبسکرش شما کیه؟ لارا ری. دو نفر دارن خیلی غمگینانه اون پشت دست میزنن. یکیشون خانومه. این بده یه جمله انگلیسی بهم بگو. آه یا ریگی. بیشتر میگه که سال تو حساب بوده چقدر آب میتونه بخوره. آب میتونه. شیر و ماست تا 3 نمیتونه بخوره. بیشتر میگه که تو حساب بوده چقدر بوده. بریم. این از اینست که همون اول مشت رو میزنه. تختنی تو زندگی خوردی چی بوده؟ ما خوردیم فرق کن. این بده بهترین جایی که تا رفتی؟ تایلند. طبیعت زیبایی. ولی سوال بعدی این بود که تایلند خوش گذشت. عالی. باور کن هر کی رفته اومده تعریفشو گفته، ما فقط تعریفشو شنیدیم.
یعنی هر ایرانی یه پولی دستش بیاد میره تایلند. باور کنی که بچه ها تصادف کرده بود با پول دیگهش قراره بره تایلند. حالا من نمیدونم تایلند چجور جاییه ولی فکر کنم به خاطر اون خیابونم. فکر کنم این چیزی که داره خرید چی بوده؟ خونه. تو خیانت کردی؟ بله. این بعده صداقت این دست داشت بچه، این دست داشت واسه چون خیانت در امانت کردم مثلا. نمیخوای مهاجرت کنیم؟ شاید. سایزش چنده؟ یعنی شنو سریع جواب بده، سریع باش. مثلا کفش. 45 میس خوبه. عادی ترین صحبت ها بین پسرها. سایتش چنده؟ بچه سایتتون چنده؟ من نمیگم. خیلی مهربونم دیگه گفتم میرم. اگه بتونید چی از اینترنت هضم کنید؟ آهنگایی که تو گوش میدی رو. چه گوش شده؟ اما تو چه بازی خیلی برادر تو هر گیمی خوبه. این خیلی سیاهه و اون سیاه نیست، اون خیلی قرمزه. این خیلی تنده. چرا ما داریم میسوزیم؟ بهترین رپر ایران کیه؟ پارسالی. فکر نکنم دایسام، فکر نکنم بهترین رپر پارسالی باشه. البته این نظر شخصی تو به ما ربطی نداره، هر کی یه نظری داره. الان مثلا بهترین رپر از نظر من رضا پیشرو، حسین زحمتی داداش. این نظر منه. جنگ جهانی کجا بود؟ آلمان. چرا می‌دونن بهترینه؟ کی بزرگترین؟ محترم بیا برو. آقا خبره پوچش ترجمه معروف باشه پولدار. اولین کلمه که بچگی گفت چی بود؟ ادب. با من بود. تو چشم تو ویدیو بود که گوساله چنده تو بازار؟ چند همیرا تو بازار گوساله به من بگو چند. بعد مزه‌ترین دستپخت دنیا رو کی داره محسن؟ سام. نه اختیاره رو سرت هیچی نداشته باشه یا رو بدنه؟ رو بدن. بدنم. چه سوالیه؟ سام شاید کدوم شخصیت کارتونیه؟ سلمان فارسی. پاندای کنفوکار شیدم هست ولی شبیه نه راست میگه. دیدین دیالوگ چیه چی باید بگیم؟ الفرار شدیم الفرار. بربری هندونه و پنیر. گلزاری کاپریو یه اسم با خه بهم بگو. خب باش. محسن مامانت میدونه؟ بله. این اولی که حساب کنه پسر غیر این نمیتونه باشه آقا. بهترین موزیک تو گوش وای چرا انقدر تنده؟ محسن تو زن داری؟ حالا گوش دیگه. فرید تو زن داری؟ گوش دیالوگ اون من در همین حد گوش دادم. سام من مرد ماهیگیرم آف رسیده؟ عالی بود زن مقاومت نکرد. چرا؟ درآمدت چقدر سام؟ بالای 300 میلیون ماه. بیشترین سایتی که بعد میگن آقا چرا استریمر خوب درآمدی خوبم داره ولی من الان استریمر خیلی بدم و هیچ درآمدی ندارم. ناراحتم حقیقتا. کانال استریمو سابسکرایب کنید. خیلی تشکر، به پولیش نیاز دارم. میخوام زن بگیرم. کش میکنی؟ برو توییتر. کی اگه بگیم یه کلاب بزنیم عمرن نمیزنی؟ تا قبل از این از الان بهتون بگم اسپویل کنم فرهاد ایکس ری. پارادیسه تمام. دعوا خوبی داری. بدترین معلمت آقای بهلولی بی‌ناموس ردیفمون میکرد، سیبیل آتشین اول میکشید واسه همه. من از دوستان کار نمی‌کردم چون من خیلی بچه درس خوندم. ردیفی کنه تاکید می‌زد، یعنی یه دونه می‌زد اصلا تا 5 نفر بهلولی بی‌ناموس. 3000 تومان چی بدونن؟ بگو. توف واقعا محسن اسمش چیه؟ بیتا. چطوری مخ میزنی؟ با زبان با زبان. یه شعر
از حافظ برام بخون. آقا خدا وکیلی خب با چی مخ میزنم؟ با زبون دیگه، یعنی صحبت کردن. میشه زر نزنم من؟ حالا من میخوام مخی چیو بزنم؟ خاطبا که بشنم پای ویدیو زبون باز بشید. بهترین زمان رو بغل کردن یکی دیگه کیه؟ بعد از من این اپیزود چی کار کنم؟ اولین کلمه که صبح میگی محسن چرا پیجت پرید؟ کجا زدم؟ از چی کارو چی سفرش دادی؟ نمیخوام ندارد چی کار بگیری. آره رو به دیوار سفارش چطوری میخندی؟ این خنده همراش با پشا هدیه رو بالا کرده؟ کی دادش؟ چرا انقدر بیادبی؟ محسن یاد گرفتم. میتونه درونه چیه؟ گرگم درنده این نصیحت به بکن از این کن سمتن دوستت کیه؟ الان بنیم ولی خیلی از بچه ها میگه شبیه بنیامینم. نمیدونم، شاید باشم شاید نه، به خاطر اینکه مثلا اینا بوره، شاید به خاطر اونا، ولی فکر نکنم شبیه اون باشم. بعد هم میگه شبیه مستر بیسم، گوه میخورم. شبیه زندگی کردی واسه دوست شده من گفتم بباش بهترین جایی بدن زبان همونی که باهاش مخ میزنی. عالی بود. یه قانون عجیب اگه میتونستی بذاری چه قانونی بود؟ هیچکی نباید سیگار بکشه. یه نفر که بهش واقعا حسودی میکنی آیسان اسلامی واقعا خوشتیپه فقط هم خوشتیپه به ظاهرش خودتم خوشتیپ یا او آبی من بدید اون بدن خوبی داره جی. شخصیتشون فکر نه دخترها فرق داره. بریم 4 اینجا ها بریم اون دختره کیه؟ مامانم تا حالا تو خیابون دعوا کردی؟ بله زریه خوردی؟ زدم. اون اگه نامردی بودی چیکار می‌کردی؟ میرفتم یه سری اماکن رو میرفتم. همون زنونه تو هم؟ نه همون زمینی چیه؟ بیشتر پسرات در همین کارو میخوام بکنن. اگه مثلا یه انرژی نیروی داشته باشن، قیب بشن، کسی اونا رو نبینه، صدرتر یه جایی میرن که نباید برن، ولی دوست دارن برن. همه پسرها دوست دارن، مثل صابون گلنار که همه دوستش داریم. واقعا میگم. تا کسی بلاکت کرده؟ بله. محسن بعد از نسترن چی شد؟ هیچی دیگه نمونده باقی. وای چه سطح تنزی داره. نمک بالای 30 سالی شکلیه. همیشه تقصیر کیه؟ وای بنیامین دوست داری رو قبرت چی بنویسن؟ خیلی درمازی کرده نه چیزو میگم خیلی خوب The man who sold the world. دیر بابا همه وای خیلی تون بود 4 وای هزینه بود که اولش میخوری مثلا تو 30 ثانیه اوکیه. دختر بودی با کی میرفتی رابطه؟ فرامونی بگو من منو نمیگفت میگفت بنیامین و بنیامین زیاد ما گفتیم بهترین دنیا نمیتونم بگم اونایی که تو درست میکنی تخت یا مبل تخت از کدوم صفت خودت خوشت نمیاد؟ زود عصبی میشم محسن یکی رو اخراج کن بذار برو بیرون. عجیب ترین فایلی که تو گوشت داری اسمش چیه؟ آقا هاشم من یه جای دیگه هم داستان این هاشم رو شنیدم. قد داستان هاشم چیه؟ آقا یه ویدیو چیزی هست به من بگید آقا این هاشم داستانش چیه؟ هاشم کنه لقب، ولی داستان چیه؟ تو خیلی از ویدیوهای استریم های دیگه که مثلا ریاکت میرن و اینا هاشم بود. هاشم کیه؟ داستان هاشم چیه؟ اصلا هی بریم. به ترسی چه صدایی در میاری؟ صدایی که تقلید کن. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. امروز میخوایم بریم با هم یه دونه تیشرت بخریم بالنسیاگا. محسن میگم محسن حسین اولین جمله‌ای که برام افتادن میگی چیه؟ بانو اگه یه بسیده باشی چیه؟
یه سری اینجا خواستم صندلیش اندازم همه تقریبا من عطرم چون رو بدن همه میشینم. زیبا بود. پیامی که مدت هاست جواب ندادی. سوال برک بنده خدا چون عادت داره پیام تو جواب نمیده. حالا نمیفهمم میاد جواب نده. انتقام گرفتی. نه بخواد. دوستان بریم 5. بفهمی. مزه ورق میداره. ورق زیبا. من این برشون میخوام بخورم. خوشمزه خوردنی بخور آتیش بگیرم. آقا یه برشون برای هم بگیرم. من واقعا داره یه ذره سرم پیش میره. خدایا نمیخوام دیگه ادامه بدم. سامان باید دوست دختر چند سالگی داشتی؟ 8. چیزی مورد؟ برام من خیلی زود دوست دخترشم بخش. مطمئنی اونم میدونسته که دوست دختر؟ بله لب گرفته بودم ازش. برادر در سن کودکی کار را شروع و تمام کرد. ناراحت شدم. محسن فیلم مورد علاقت گادفادر. قیمی ها قرمه ایوه محسن خواهم یکی از کسا بیشتر بد میاد کلی پای. من خیلی منطقه جواب دارم. بنیامین آه خدای من بهترین یوتیوب فارسی مال کیه؟ بنیامین 53 یوتیوبه؟ غذایی که لب نمیتونی بزنی هر چیزی که شیرش توش زیاد باشه. ماشین چی الان؟ KFC مزه توی KFC اصلا توش کجای کدوم چست کارتونی بودی؟ سالیبا دو اسپانسر ازش سالیبا نه وودی گیلاس میخوری؟ نه سیر میخوری؟ بله یه شام داده بخور تنها تو کوچه نریا بچه‌های من دوزن عشق منو میدوزن عشق منو میدوزن ای قشنگ تر از روتین پوزی چیه؟ آن یکی دیگه بود فقط ADHD نه چیز آبرسان چرا؟ آبرسان چی بود؟ نمیدونم اسمش یه چیز دیگه بود باهوش به نظر برسی نمیدونم من کد دارم چیا برگر؟ قرمه سبزی فیلم زدیار فیلم دونالد یارماسی و سیدنی سوینی سیدنی سوینی هم که آرشراش بنیامینه سیدنی سوینی خوب چیزیه برگردی عقب کدوم ویدیو رو نمی‌سازی؟ نه همه رو میسازم بهترین آدم یوتیوب فارسی کیه؟ برگردی عقب تو برنامه شرکت می‌کنی؟ آره برگردی عقب تو برنامه شرکت می‌کنی؟ مجبورم مرسی از اینکه ما رو تماشا کردی مرسی قربونت برم. مرسی. خب آقا کار ما هم اینجا تموم شد. خیلی دمتون گرم که اصلا این ویدیو رو دیدید و اگه بچه ما فضای یوتیوب رو اشغال کردیم بگید دیگه نیایم اینجا به خدا. البته الکی میگم ها شاید خیلی دوست دارن نظر با اکثریت کسایی که میگن آقا ویدیو بسازه. حالا یه نفر نمیتونه که ما رو در هم بشکند. قربون همتون تا ویدیو بعدی.